خان عبدالغفار خان که دو وقت کانگرس هند بود از اونمو وقت به این طرف فلسفه با نام عدم تشدد یعنی دست و پای پشتونا را بسته میکرد و پنجابی ها را میگه که دست بر سیلیا و بر رویش میزد. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های نهایت عزیز، سلام بر شما. به سلسله برنامه های سیاسی ما اینک میپردازیم به وضعیت موجود پاکستان. مهمان ما در این بحث جناب محترم عزیز مارج، کارشناس مسائل سیاسی هستند. جناب محترم مارج صاحب، به بحث امروز ما خوش آمدین. تشکر از شما، تشکر از دعوتتان. سلام احترام براتون تقدیم میکنیم با همچنان با همکاران تکنیکی شما و شنوندگان محترم. سلامت باشین جناب مارج صاحب. وضعیت پاکستان شما در این اواخر بررسی میکنین که رو به وخامت است و یک نوع سر و صدای بلند در رسانه‌های آزاد بین المللی ایجاد کرده است. آیا وضعیت پاکستان واقعا خراب است؟ تشکر. پیش از اینکه به این سوال بپردازیم یک مقدمه بسیار کوتاه میخوایم راجع به پاکستان ارائه کنیم که پاکستان چی است، چطور ایجاد شد، توسط کی ایجاد شده، مقصد ایجاد ازی و میان آمدن ازی و خاک افغانستان و هند جدا کردن این برنامه چرا صورت گرفت. بعد از جنگ دوم جهانی، البته پیش از اگه بریم بس درازتر میشه که کمپانی های هند شرقی و یا یکی اسپانیا و فرانسه در اینجا حضور داشتن و بعد از سال 1809 به این طرف انگلیس هم در اینجا مداخله کرده منطقه در مثلا در هند که وقت هند نیم قاره هند یک جغرافی بسیار وسیع کلان تا نیپال و تا مثلا بعض جای دیگه بنگلادش و سنگاپور و تا قسمت های ویتنام و تا اتکا که مرز بین افغانستان و هند بود و تا خلیج فارس سرحدات بسیار کلان داشتن. در اینجا حضور پیدا کرد، بالاخره آمد. وضعیت که دیدن که در هند به حساب او وقت زمان یک گوی شیری میگفتن و بسیار یک نفوس خوب اما ملت بسیار خاموش داشتن. این خاموشی از یا باعث از او کرد لشکر مثلا اسکندر مقدونی بسیار به سهولت به هند رفت، یا مثلا یک وقت زمان مغول ها به اوجه به سادگی رفتن، یا بابرها از افغانستان تقریبا چند صد سال حکومت کرد. پیش از بابرها اوجه خانواده لودین پشتونای افغان در اوجه حکومت میکرد، سکندر لودین و بلال لودین و مثلا خود ابراهیم لودین یا بودن، یا شیرشاه سوری و یا مثلا غلجایا اوجه حکومت کردن و همچنان چنگیز خان یا لاکو لشکر بسیار بسادگی اوجه رفتن. حتی سلجوقیا خانواده کروخ یا غوریا ایبک غوری. بر صورت منظوری بود که مردم خاموش بودن، آرام بودن، مبارزه نمیکردن یا مثلا علیه اشغال قیام نمیکردن. این درک کردن تمام جان. بو خاطر به اسپانیا، پرتغال، با پسانا باز فرانسه دوجه بسیار زیاد استعمار داشت و مواد بسیار زیاد کافی را به دست خود میگیره که بالاخره انگلیس ها اوجه رفتن. وقتی که انگلیس ها داخل اوجه شدن، انگلیس متوجه ازی شد که طرف آسیا و اروپای شرقی باید راه بیافته اون طرف برن، چون راه دیگه نداشتن. هند از سه طرف با آب سرحد مشترک داره، یعنی محاط با آب است و یک طرف که طرف اروپا راه داشتن این خاک افغانستان بود. بنابر متوجه شد که چطور نفوذ کنن طرف افغانستان و برن طرف وقت روسیه تزار و یا بتانن به اروپای شرقی و یا ای طرف ایران یا وارد چه شون کشورهای عربی از این راه بیافته. و بالاخره نقشه بر صورتی که بود و قصار ما میفهمیم که تغییر در خانواده دورانی، نواسه مسجد دورانی یک بی‌اتفاقی ایجاد شد. وقت ایران هم بایشان کمک کردن، بخاطر شاه محمود دورانی را آوردن علیه شاه زمان و یکی دیگر را کور کردن و فرار شاه زمان بالاخره به این صورت گرفت. حال فعلا هم در چوک دونی چوک امام ربانی مجدد ثانی دو زیارت دفن هستند
یعقوب خان موجی هستن و این شاه شجاع آوردن و بارجی سنگ قرارداد امضا کردن. اول قرارداد با الفستون، استواد الفستون در بالای سر پشاور در 1809 صورت گرفت. همین بود که انگلیس آهسته وارد شد که تا که تانست سال 1834 و 38 قرارداد صورت گرفت که دوج مسئله پشتونستان و خاک افغانستان بارجی سنگ معامله صورت گرفت. ما حالا مثلا مسئله دوره را میگم، پیش از دوره نیجا تقریبا حضور 24,000 عسکر انگلیس موجود بود. خود انگلیس نبود اما طرفدارش مثلا هندویا کمانده به دست از او. بالاخره آمدن میدیم کیوناری و مکناتن این مسائل ما تاریخ زیاد چی نمیکنیم. منتها اینجا مداخله به این صورت که این جغرافیا تحت نفوس یا تحت فوکس انگلیس قرار گرفت که بالاخره قادر به شکل مستند در 1879 با امضای معاهده نوفقره‌ای با نام گندمک در منطقه گندمک خوگری ننگرهار با یعقوب خان امضا که با که یعقوب خان وضعیت سیاسی خوب نبود اما پدر بزرگ نادر خان یا خان که خسری از او بود معامله را او زیادتر پیش بردن. بر صورت این معامله صورت گرفت و تا میایم سر مسئله 1893 که دوران معامله کردن بیان دادن که یک راه پیدا کنن، چون اینجا امکانات نبود و وقت افغانستان تمایل به دو طرف داشت. یعنی پادشاهای وقت سیاست طور میکرد که اوزا کیوناری میامد این طرف ویکوویچ هم میآوردن از روسیه، یکی در بالای سال یکی در شیرپور میبودن، یک سیاست بالانس و تعدیل ایجاد میکرد. بعد از دو طرف اگر کیوناری میامد این طرف ستالیتوف هم میآوردن، یعنی بین روس و غرب یک معامله ایجا صورت میگرفت. به او خاطر نمیتواند که مستقیم من حضور خود جنگایم صورت گرفت. در سال 1839 جنگ اول افغان انگلیس، در 1879 و 1880 جنگ دوم افغان انگلیس صورت گرفت و بالاخره این مسائل تقریبا تا حد 1919 و بنام استقلال گپا بر صورت عالمی هم سرست مسئله که جنگ اول جهانی در 1914 آغاز و 1980 ختم شد و در بین خلای این فاصله در 1917 انقلاب اکتبر کمونیستا صورت گرفت. مثلا در بلژیکا آمدن، در روسیه با برابری ولادیمیر لنین اینجا که او میخواست نفوذ کنه، خواستن با در 1922 که کالین روی شوروی را ایجاد کرد، میخواست که اساسا پیش بیاید و آمد تقریبا از مرزای ماورای نهریانو طرف نهر همه مناطق گرفتن. هدفش چی بود که طرف آب گرم اساسا بیاید. دنیا در حالت وضعیت بود که جنبش ها یا تعهدات و اتحادیه ها و سازمان های تشکیل می شد. گروه جناح مختلف بود، در مثلا سنتو با وجود می آمد و بالاخره 1949 ناتو با وجود آمد، در مقابل 1955 وارسا با وجود آمد، بلاک بازی صورت می گرفت. خب پیش از این وضعیت طوری شد که اروپا یک حالت گرفتن که جب قدرت های جور می شد. آلمان به قدرت بدل می شد، فرانسه از وقت ناپلیون و لوی 14 و یا قدرت بود، نفوذ بیشتر، اسپانیا قدرت بود، ایتالیا از خودم امپراتوری داشت. اینجا انگلیس اساسا قدرت بیشتر روز به روز با توسعه خاک خود بلند شده میرفت که بالاخره منجر به جنگ دوم جهانی شد. جنگ آغاز شد 1939 در 44 ختم و در 45 نهایی شد. اینجا وضعیت طوری بود که انگلیس بنابر یا کلا اروپا اشغال در جنگ داشت، ضعیف شد از لحاظ اقتصادی، یا نمیتونستن که هند نگه داری کنن، هند نگاه کنن. و او طرف تهدید بود که روسیه میایم با یا شوروی سوویت با آب گرم پیشروی میکنن، یا خطری بود. تماس گرفتن با امریکا روزولت که ما باید یک چاره سازی کنیم چون ما اوجه نمیتونم و با وجود که میگن که کرمچند مهاتما گاندی استقلال گاندی در انگلستان بود، از اینجا با افریقای جنوبی فرستاده شد. لیاقت علی خان و میرزا عبدالکریم خان و خود علی جنا، ایوب شاه یا همه انگلستان بودن و تا امروز خانه‌هایشان
هستن ما که تیبل شمین که در اینجا بودن اونجا بودن مناطق یا تربیه شده بودن. بر صورت روزولت برش یک مفکوره داد، یک پیشنهاد کرد که اگر از اونجا هند بگذاری روسیه میای حریف ما با بگرم. بنان باید با کشور افغانستان، پادشاه افغانستان و خلاصه ظاهر شاه تماس گرفته شد که بیاد سینتو با ما برش امکانات بیشتر میتیم که جلوی روسیه گرفته شد. متاسفانه که چندین بار تماس گرفته شد. ما این قضیه را بخاطر اینکه جنرال سردار ولید اولجاتا در خود خانه اعلیحضرت ظاهر شاه در ایتالیا، من در اون وقت سکرتر دو بودم در ایتالیا، در بس دیگه دوستان شده بودن، این قصه را خودشان برای ما یادآوری کردن و اینو گفتن که اختلاف بین خانواده ما صورت گرفت که ما همراه اعلیحضرت یک جای بودم، احمد شاه پسر کلانش و سردار داود خان و تا پدر مرا گفت و پدر خود گفتن مارشال شاه ولی خان. این در وضعیتی بود که اعلیحضرت تشویق میکرد که کار به صورت بگیرن. وعده که از طرف غرب داده شده بود ما پس دوران چی که بندر کراچی را براتان واگذار میشم و تا امپراتوری امریکا دورانی را براتان دوباره احیا میکنم. این زبان خود این قصه را برای ما کردن. من در اون وقت که خودش حیاتم بود این بحث موردش مقاله نوشته کرده بودم و دو دخترش هم شده بودن، همیرا و مینا، در این اتاق که بودیم صحبت میکردن. دیگه بالاخره میگه اعلیحضرت قبول نکرد، همین سیاست نمیخواست. اعلیحضرت میگه زیادتر طرف پیشرفت و ترقی نمیره. حراس ازی داشت که اگر زیادتر ترقی شد و جنبش و سیاست و ترقی پاش شاید به سلطنت دست کنه. به او خاطر هم است که چندین بار که با سرش بحث میکنیم که خود پاکستان جرم تقسیمات میشد، از خاک خود دفاع نکرد. در 1965 که جنگ پاکستان این صورت گرفت، این مطلقاً برش وعده داد که من این مناطق بمبارد میکنم، خاک طبیعی. او کار کرد و این نتاره. در 71 وقتی که بنگال جدا میشد و جنگ پاکستان و هند بود، 93,000 نظامی پاکستان اسیر شد و هیچ قوت در این منطقه را باز هم ظاهر شاه جرأت از این نکرد. خب بر صورت اینجا مسئله شد که 3 بار تماس گرفته شد با ظاهر شاه و خواهش شد، اما این کار نکرد و بالاخره روزولت با افغانستان آمد. در 2 سالون از میدان و یکی VIP و یکی VVIP است. very important و important. در اینجا 6 تن و در قصر چوستون برای ضیافت گرفته شد که روزولت میرن اونجا میباشن و شام امروز دوباره پرواز میکنه میره هند و از این پس امریکا. اما ای که با VIP آمد این مسئله را دفتن یادآوری کردن که منظور هدف مهمی است و وقت ما کم است، چون ظاهر شاه برش هم گفتن که جواب ما منفی است، یعنی ما نمیتونیم این کار کردن. بنان این یک مسئله سفر تاریخی است، همه این خبر داره. از میدان هوایی از VIP دوباره روزولت رفت پرواز کرد و گفت که و یک چیز برای گفت که ما زیاد پروگرام قوی داشتیم که خاک تا وصیت بتیم و یک کشور کمک کنیم، اما متاسفانه ما مجبور هستیم یک کشور دیگه بسازیم. این پولی که با آبادی شما بود متاسفانه به ضرر هر دوی ما است. یعنی ما هم به تکلیف میشیم امریکا و خودتان شاید اینجا تکلیف ببینیم. و ما بر تو وعده کرده بودم که تقریبا چند میلیون گفته بودم، من نفهم که 20 میلیون بود یا 14 میلیون مسلمانان را که در مناطق همی به پنجاب نشین خالصه که اصلا میشنن ایران برتان روان میکنم. متاسفانه که نشد و بالاخره و رفت مایسانه پروگرام نقشه پاکستان گرفتن به نام اسلامی. 75,000 به زبان یاد میشه، چیز ساده نیست. در جغرافیا 57,000 مدارس خود کوچک با مصارف خود تاسیس کردن که تقریبا کل پاکستان یک فکر اسلامی دادن، یک حالت اسلامی شد. بلا یا تصمیم داشتن که کمونیسم غیر اسلام دیگه کس جلوش گرفته نمیتونه. به خاطر پاکستان کا کیا مطلب ہے لا اله الا الله و بالاخره این ساختن خاک هند و شرط عزیز با گاندی که خاک برای ما اعلام برای ما بگذار یک کشور بسازم، هند برای به نام آزادی استقلال برای تو واگذار میشن.
با افغانستان بسیار نایده که بازرشید بحث نکرد که مثلا خاک تسیانی با شکل زور تا امروز اشغال شد. پاکستان ساخته شد. بنابر غفلت افغانستان امروز ما صدا میکنیم که دیرن از ماست، آتک خاک از ماست، در حالی که بندر کراچی رو برای ما میداد. و میگم همیشه که پاکستان چنان کرد دو بار ما اشتباه کردیم. یک در این وقت پاکستان اصلا وجود نمیداشت. دوم روسیه آمد با کمونستان میخواستن که پیشروی کنه به این نام پیش برای تا کراچی و بندر و یار پیشروی کنه و این خاک با افغانستان بده. در اون وقت به نام جهاد و علیه روس و شعار دادن نقل گذاشتن که روس میره. روس هم میماندن که میره خاک ما را میگیرن، فضی استفاده میکنیم. بعد از خدا کنه کار که صورت میگیریم ما میفهمیدیم روس میفهمید، بین خود مسائل میکنیم علیه جهاد میکنیم. اما از شعری کار نگه. خب بر صورت پاکستان ساخته شد به چی هدف؟ به نام یک ایالت کشورهای غربی، به حیث یک کشور مجری. تا سال 1952 خود اداره ایسای دیگه استخبارات جهان این را پیش میبرد. به خود ازیا میگه استخبارات و نظامی ازیا همشان در انگلستان و امریکا ترنینگ میشه. فعلا هم امی قدرت که یا ساختن 4 پایه برای ساختن. برای یکی دیگه تهدید، یعنی 4 پیلر. قضا مستقل است، اداره ملکی مستقل است، نظامی مستقل است و بخش پارلمان مستقل است. یعنی یکی به دیگه تهدید وارد جو کرد. میخواستن امریکا هم در 2001 آمد اساسا با همین شکل افغانستان هم دور میکرد که همیشه متضرر باشه و همیشه از بین بره. اما فرهنگ و کلتور و زینت افغانان مطالعه کرد با دولت مرکزی اکتفا کرد. بنابراین یک به همین شکل حکومت ساخته. اداره ملکی قطعا صلاحیت نداره. تمام اختیارات به دست ایسای و نظامی است و بودجه و امکانات از برون میاد. از همون سال 1947 که ایجاد شده تا امروز تمام مصارف برق، گاز و روغنیات عربستان سعودی میپردازه. یک پروتکل صورت گرفته و او در سعودی یک اداره به نام روابط عالم اسلام، روابط عالم اسلام یا علماء اسلام، یک اداره است که خود ال سعودی خانواده که آورده شده ال سعود همی خانواده که در 1725 در حق حالی نشد اجاز یک مرکزی از یا بود که ال سعود بن محمد بن المقرن اونجا حکومت میکرد. این خانواده در 1932 آورده شد بعد شکست امپراتوری عثمانیه نجد و اجازه اینجا کرد ال سعودی نام گذاشت. خانواده الرشید و خانواده هاشم از بین بردن. هاشمی ببخشن. این از اون وقت ساخته شد. اینجا یک اداره ساخته شد که با علما پول میده که به نفع سعودی تبلیغ کنه با شمول سیاف و یک اداره برای جادی از پول میگیره تا همین لحظه. کسی که با وهابیت زیاد نزدیک است و چی هست تبلیغ میکنه به نفع. حتی رهبرای سابقه طالبان مسئولیش خبر ندارم یک تعداد پول میگیره تا وی پول داده میشه. همین پول به می رهبرا و علمای کلان مثلا مفتی محمود پدر یا پدر کلان از مولانا فضل الرحمن یا مثلا سمیع الحق پدر از یا همین پولا داده میشد و همین گروه های مختلف ساخته میشد. به نام مثلا یک وقت الازهر ساختن یا مثلا دوبندی را ساختن یا ساختش به این مناطق یا به نام پیر و مجددی و فلانی خانواده ساخته میشد. میاولی با سیاست بود، در حالی که در شریعت با پیر و به یا پا ضرورت است. ما کلام الله مجید داریم از الحمد گرفته تا والناس، دعای ستا داریم، حدیث صحیح داریم، ما اجماع داریم، امتیاز داریم. به این خرافات دیگه ضرورت نیست. نه به بدیت ضرورت است، نه به خرافات ضرورت است و نه به جهالت. دین ما مکمل دین از اليوم اکملتم دینکم مکمل شده. با کسی غرض ندارم لکم دینکم ولی دین. مسئله حل است. اما این چیزا ساختگی در افغانستان ساخته میشد و حالا کی آورده میکنه. در پاکستان این مسئله دوام داشت. این کشور بنابر منفعت کشورهای بیرونی و یک کشور مجری ساخته شده.
هر برنامه پروگرام از بیرون میگیرم، قطعا صلاحیت و سیاست خارجی به دست پاکستانیان نیست. منتها خود پنجابی ها هوشیار هستن، خاک خودم منطقه خودم با امن نگاه کردن. همشان زندگی مرفه داره، گاز، برق، همه چیز. اولادایش در پانتونای معتبر جان درس میخوانن، زمین ها و سرمایه گذاری در خارج دارن. نظامی ازیا هر نظامیشان پاسپورت های کشورهای غربی و انگلیس و امریکا و ایره هم دارن. زندگی مرفه داره. هر مصیبت و هر چیزی که میارن در مناطق پشتونشین و بلوچستان میارن. سابق در کشمیر هم عملیات میکرد. من تا وقت منسین امراش که صدر اعظم هند بود، یک جدی برخورد کرد، خصوصا نرندra مودی امراش بالاش حمله کرد. یک پیلوتی از وا سقوط هم کرد و بالاخره با تهدید را پس تا وقت عمران خان برداشته شد. حال در کشمیر قدر غرض نمیگیره. صرف همین دو منطقه است، هم اهداف خود پیش میبرن، گروه های مختلف ساخته میشه به خاطر اهداف کشورهای غربی و دیگه یک کمیشن میگیره. شما ببینید وقتی که صلاحیت افغانستان یا معامله افغانستان یا مسائل سرویسات افغانستان که به دوحه و قطر داده میشه یا به ترکیه، پاکستان دو وقت خطا میشه. هر جلسه که در سطح جهان به خاطر افغانستان صورت میگیره، یک هیئت پاکستان برنامه به افغانستان میاد یا یک هیئت از افغانستان میخواه. این به جهان نشان میده که من نفوذ دارم، هر کاری که میکنم از طریق من این کار میکنم و در ایسته از این که منفعتشان باشه از هیچ نوع مداخله و از هیچ نوع اعمال دریغ نمیکنن. در 20 سال تمام اکمالاتی که به ضد طالب با از امریکا میامد از کراچی تا کابل انتقال میشد. در انگور در بلوچستان هدیه داده بود برایشان، پیشن و جای داده بود برای پرید مشرف برای امریکا. پالوی از این دفتر طالبا بود در کویته. یا اوجا بین خود جنگ نمیکرد، در دوش میاد افغانستان جنگ میکرد. اوجا کسایی که غرض نداشت. یا در کشلاخ خانه مولای بیت‌الله بود. این مسائل ما این مثال طور دادم که مردم افغانستان باید درک کنن. بازی‌های صورت گرفته. ما همیشه میریم مرگ به پنجاب، مرگ چرا چی ضرورت برای مرگ به پنجاب؟ برای چی؟ پنجاب برای چی کردن؟ خود هوشیار بساز، خود رقاصه سیاسی نساز، هنرمند سیاسی بساز، خودت یک هنر دور بزن که دیگران برات برقصه. برای تو که میرقصانه گناه از اون چیز. گناه از اون چیز، زندگی مرفه بهترین زندگی همه چیز برای خود دارن. هیچ مشکل نداره. ما باز میریم که پاکستان سقوط خواهد کرد، تزیه خواهد شد، وضعیتش خراب خواهد شد، مشکل اقتصادی خواهد، امنیتش برای هیچ چیز صورت نمیگیره. او برنامه ها ساخته شده، پلان ها جور است برای داده شده. این همه تظاهر است، همه بازی ها هستند، هدفش کل استراتژی افغانستان است. جنگ زرگری بین پاکستان و طالبان خیلی شدید شده و در بعضی از مواقع از دو طرف قربانی میگیره. مردم عوام افغانستان اکثرا بر رسانه‌های محلی بسیار سطح پایین دسترسی دارند. آنها خیلی خوشحال هستند به اینکه شاید جنگ بین طالبان و پاکستان در بگیره و برن اینا سرزمین های او طرف مرز دیورند به دست بیارن. شما چقدر خطر طالبان و TTP را بر علیه پاکستان جدی میگیرین؟ آیا از نظر شما طالبان و TTP که دو برادر خوانده هم هستند، اینا به پاکستان یک خطر هستند یا یک فرصت هستند؟ اردی از این گروه ببینید، هر گروهی که در پاکستان ساخته میشه توسط ISI و پلان نظامی پاکستان و پروژه بیرونی خارج مرز پاکستان با بودجه خارج مرز پاکستان و با صلاح خارج پروژه ساخته میشه. این 20 گروه مختلف که از پاکستان این هم ساخته بنابر منافعشان است. امی TTP را پیش از این برای مثلا وقت عبدالله مسعود، حکیم الله مسعود، امی گروه که ساخته شده بود. پرید مشرف از امریکا خواست که برای من 100 میلیون باید بپردازی به خاطر که ما 20 سال در افغانستان کمک کردیم، مصرف کردیم، پول برای دادن نشد. در وقت حکیم الله مسعود امی TTP فیلی کرد، سو وقت بنام طالبای پاکستان میگو. در 4 روز پشاور مکمل گرفت. از گروان میگه چی میگه سر؟ از این منطقه تا 400 سوابی، بردان، تیمرگره، تا دیر، شترال، سوات، معلم جبه، کالام، جلاله، تخبایی، حتی تا بونیرو
ایجار رسیدن با حکومت خود قائم کردن، یعنی حکومت جور کرد، تعدید را ایجاد کرد و بالاخره جهان گفتن که طالبان بالاخره میه نیروی اتمی را هم میگیره، گرفت شاید خودکشی کنه، انفجار کنه، دنیا را خراب کنه. 80 میلیون که به پرویز مشرف داده شد در یک روز تمام قوتها دوباره رفت به وزیرستان. این واقعا خود مختار و آزاد بود؟ اگر آزاد بود چرا که عبدالله مسعود یک کم بغاوت کرد از بین بردش، حکیم الله مسعود از بین برد. این همه کنترل. وقت خود خان عبدالغفار خان که دو وقت کانگرس هند بود، از اونمو وقت به این طرف فلسفه به نام عدم تشدد، یعنی دست و پای پشتونا را بسته میکرد و پنجابی ها را میگه که دست بر سیلیا و بر رویش میزد. عدم تشدد و مبارزه. در وقت تشدد در مبارزه آدم تشدد میکنه در مقابل دفاع خود، در حرف سیاست خود سیاست میکنه. این فلسفات دوام داشت. حال محمود خان ارتگزی خودش اعلان کرد که من پاکستانی هستم و مشهد مرا با افغانستان ارتباط ندارم. صمد خان پدر از این چنین بودن. این دیگه گروه هایی که ساخته شده و هر کسی که است، خصوصا نظامی هایی که ساخته شده، جای مثلا فلانی و فلانی و فلانی ساخته شده، صحابه و این و آن، یا همشان خود دایسای و بودیجه از هیچ گروهی بدون منبع اقتصادی وام وسط بسیار بلند و بسا کار داره، روغنیات کار داره، لوجستیک کار داره، سلاح کار داره، ماست کار داره، وسایل کار داره، انتقال و این کار ساده نیست. این کار مافیای بسیار بزرگ است. حالا آمدم سر ازی که تی پی را که اکمالات میکنه، طالب که اکمالات میکنه. معلوم است سلاح اردو سلاح از کجا میاد؟ برای دیپا را ببینید. چطور میشه که پاکستان و طالبای افغانستان با مناسبات خراب داره، بین سرحد دشمنی داره، اما خانواده مقامات طالب در خاک پاکستان یا در خاک که اشغال کرده وجود داشته باشه؟ آیا نگذاره یک نظامی حمله میکنه سر پاکستان و یا جواب حمله را برش میده، چند نظامی را میکشه و خانوادهش راحت زندگی میکنه؟ این مسائل است که مردم افغانستان را باید درک کنه. ما قبل یک مثال بسیار کوچک دارم، مثال بسیار عمده و بسیار مفهوم وسیع داره. در منطقه که خود نظامی امریکا در عادی انگور است و این طرف در کویتا دفتر است، یا به یک دیگه خود غرض نداره، اردویش میده افغانستان جمع میده پس میده. این چطور امکان داره؟ این را باید ببینه. امی خود تی تی پی اگه واقعا به ضد پاکستان و به ضد طالب است، چرا طالبای افغانستان مستقیما علنی حمایت میکنن؟ اگر نه که نه مسئله داخلی است و ما با خارجی کار داره، خبراجی و فلسطین و اسرائیل چرا صحبت میکنیم؟ و مسئله از اوست. و خودش چی غرض داری؟ با چرا میره دو قرارداد امضا میکنه؟ و مسئله خارجی است. این مسائل است که باید مردم افغانستان باید بفهمه که بازی ها وجود دارن، هوشیار باشن، فشار وارد که دیگه افغانستان قربانی نمی سلسله که تاریخ ما بسیار کوتاه اشاره کردم، به تفصیل نرفتم. 45 سال اینی جنگ بیرونی است، جنگ رقابت‌های سیاسی و رقابت‌های نظامی کلان است. حتی حالا چرا وضعیت پاکستان خراب میشه و تی تی پی و سرحد و بروباری گپاست، میخواه جبهه دیگه جنگ در افغانستان، چون جنگ اوکراین فروکش شده نیست و اساسا طرف مذاکرات میره. خود آقای پوتین اعلان کرد که اوکراین میخواه صلح کنه، میانجی باید کشورهای شانگهای یا چین و هند باشه، یعنی حاضر به این شده. و اخطار هم به اتحادیه اروپا داد که اگر راکتای دورمنزل یا بالستیکی اگر استعمال شد، ما علیه شما عملیات صورت میگیریم. دیروز جرمنی وزیر دفاع یا معاون وزیر دفاع جرمنی اعلان کرد که ما سلاح مدرن برای اوکراین بتیم، یه خطر است باید نشه. یعنی اساسا اون جنگ آرام بشه، یک جبهه دیگه باز بشه. به این باید هوشیار باشیم. چرا که مثلا مکاتب دخترها باز نمیشن؟ یک علت داره، یک دلیلی است و یک توجیه شرعی، قانونی، طبیعی، اخلاقی، ذاتی طالبان نداره. کوئی گفته شده برایشان که مثلا این کار تو کو، این کار ما میکنم، تو دخترها را تعلیمش بسته کو، ما تو را برستر نمیشناسم، ما اینو بانم میگم، تو اینو بانم میگیم. و در کنارش
از مردم فاصله گرفته میشه. یعنی هر وقت که غرب بخواین یا کار اجرا کرده میتونه به خاطر که دولت حمایت مردمی نداره. استعمار همین فلسفه است. هیچ وقت نمیخواه که دست نشاندن تکیه به ملت کنه. همیشه باید به ملت جنگ باشه، به ملت تنفر باشه، دوری باشه که هر وقت که آمار سازماندی کنه یک روز همه انفجار کنه بخیزه. هر قدر که مثلا مسئله قومی و مثلا رهبرای سابقه جهادی اول مردم به نام روحی اسلام و دین به فریب دادن و مردم باور کردن. یک وقتی که خودشان دزد و مفسد و غاصب و قاتل و در سر میخ بزن و سینه را ببرو تجاوز کو بیت المال چور کو یا حالت که بین خود جنگ کو راکت پرانی کو دید که یا خود اصلا مجاهدی که مسلمان نیستن. باز گرفتن مسئله قومی را بین انداختن، پشتون و تاجک و ازبک و اینان تا یک وقت مردم سرمی هم استفاده کرد جنگاندشانه و یا حکومت کردن. یک وقت متوجه شد مردم افغانستان که هیچ قوم به دیگر از کردن نمیتونه. این خاک مشترک است، میراث مشترک است، هیچ کس بیگانه نیست و این خویشایی که دارن کلتور مشترک داره، فرهنگ مشترک داره. یک پلاو در شبرغان یا در پدخشان پخته میشه، این در نیمروز و در ننگرهار هم پلاو پخته میشه. شکل فاتحه داری یک نوع است، شکل جنازه یک رقم است، شکل عروسیا، عید و برات همش کلتور مشترک و زبان مشترک و مثلا عنعنات مشترک و دین و آیین مشترک داره. مردم یک وقت متوجه شدن که نه این فریب دادن است. بعد از اون مسائل دیگه را پیش کردن که ما افغان هستم، ما افغان نیستم، این است و این نیستم. حالا اساسا متوجه میشن که نه این خو پشتون است و تاجک ازبک هزاره این افغان یک هویت از طرف فارس برای ما آورده شده، عربایی رواج کردن، انگلیسایی را ترویج کردن، یک هویت انگلیس به می جمع میشن. دیگه کشور هم چین نستن. این منظور مازی چی بود از این بحث؟ این بود که این رهبران خدمات کردن نمیتونست، استعداد از این را نداشتن که به مردم خدمت کنه و یا یک رفاه و سعادت یک چیزی را برشان بیارن که یا جمع شوند. بنان به این کاتگوری خودم میخواست رهبر بسازه تا که از اثر رسوا شد. حالا اگر طالبان نام اسلام و دین میگیره بسیار آهسته آهسته مردم میبینه که یا از دایره دین بیرون هستن. تعلیم اگر فرض است، اگر سنت است، هر چی است، اگر شرعی ممانعی وجود نداره، تو چطور میتونه که فرض مانع شوی؟ مانعی که کسی رو بگی نماز نخوان یا این بگویی که ما حال فعل نماز معطل کو باز تا امر ثانی را باز بخوان، تو در حکم پروردگار میتونی رو بندش ایجاد کنی؟ خو نمیتونی. طلب العلم فریضه علی کل مسلمین و المسلمات. این خو یک فرض مانع میشه. و اساسا بعضی چیزای دیگه که اصلا مثلا در دین اسلام مثلا خانوما رو در خانه بشان با کار نمی بیاشه خچرا میرفت مثلا با مردم صحبت میکرد یا در خود جهاد و در کاروان با حضور علیه السلام حضور داشت. یا بی فاطمه مردم را درس میدادن، خانوما را درس میداد، جلب و جذب میکرد، برش روشنی میداد راجع به دین و راجع به دیگه مسائل. و همینطور امثال هم اگر بوی که نه فرنگ افغانای یا فرنگ پشناس نازو آنها 300 سال پیش شاعری میکرد، دربار میامد و صحبت میکرد. زرغونه آنها میرقم بود، آمینه فدوی، آمینه بلخی و مثلا رابع بلخی و بخشه. یا در چندین سال پیش یا 100 سال پیش یا در افغانستان اینجا روشنگری وجود داشت. بی ملال در جهاد حضور داشت. بی عینور مثلا مثال بتین یا دیگه خانم‌ها در افغانستان بودن، بی عایشه بودن. زرغونه آنها مثلا مادر احمدشاه درانی زن باسواد با تدبیر بود، در مبارزات اشتراک میکرد. خیلی پس این کلتور ما نبود. یکی مسئله دین و اسلام یاد گرفتن، این اساس چی میشه. دوم اگر مسئله یا فکر کنن که من با پشتونا و با قوم پشتون تکیه میکنم، خب بالاخره این سرنوشت دخترها، خانوما، عدم اشتغال کادرای مسلکی، کار مالکان سپردن، بیقانونی انزوا بودن، این سر تمام اقوام تاثیر دارد. و خصوصا در 20 سال تلفات بیشتر از طالب و پشتونا رسید. تمام روز بمبارد از جنوب شرق جنوب غرب بود. این رو باید پشتونا باید بفهم در کجا بود. در 20 سال مکتب در این منطقه بود، جنگ بود.
خانه کی تلاش میشه زیادتر تلاشی هر جا بدبختی در کل افغانستان زیادتر در اینجا بود هلمند به بادیره تبدیل کرد این واقع عمل که هر کار صورت میگیره در جامعه جهانی نام پشتون بد میشه یک چیز واقع است واقع آدم باید بگه هر صورت این نه تعصب است نه کدام تبعیض است نه دیگه این واقعیت جامعه است و خدمات هم باید وقت با پشتون نکردن طالبان استفاده کرد استعمالش کرد این را اساسا درک میکنه پشتون ها میفهمه امروز پشتون است اگه پشتون از پیشش بره این نه در قصر مانده میتونه نه در حکومت و این کار صورت میگیره این قیام صورت میگیره ما از بعض مخالفین اپوزیسیون هم خواهش ما بود که شما زیادتر پشتون ها را به نام طالب تهدید نکنه که لابیگری بسیار خوب برای طالب میشه و این پشتون ها متنفر از شما مثل طرف از ما با مجبوریت میرن شما این جذب کنه بیارن امرایتان یک جا با اتحاد مبارزه کنه این موضوعیت بیشتر تماس میگیره یعنی بالاخره مردم درک کردن که طالبا با قوم کی نداره اعتنا ندارن با دین هم ندارن و به افغانستان هیچ نوع تعهد برای آبادی نداره قطعا نداره اگر می داشت یک حکومت میسا اداره موقت برای چی این خود من خود تخیل نمیکنم واقعیت برای طالب نه دشمنی با کس داره به هیچ کس نداره هیچ کس دشمنی با هیچ کس وابسته نیست تمام میگی مرا میشناسه تقریبا مبارزه ما 35 سال است که در افغانستان دوام داره اگر یا تعهد با وطن می داشتن دولت را جور میکرد قانون اساسی را جور میکرد دو همه چیز منظم میساخت کار بله کار میسپرد ان الله یامرکم ان تؤدوا امانات الی اهلها پروردگار میگه که کار بله کار میکنه تو حکم پروردگارم قبول نمیکنی و فریب میده که فلانی است پارسوه تو باید با جهان موازین بندری جهان باید میپذیرفتی و مکانیزم میساختی مطابق منافع ملی مطابق عنعنات و سنت ملی دین و آیین دیگه 50 کشور اسلامی میتونه تو نمیتونی کارو بکنی یا مثلا دیگه کشورهای جهان روابط داره تو نمیتونی به شکل سلیقه‌ای به خوش میشه که اگه دیپلمات برات روان کرد اگه افتخار است که به تمام کشورها دیپلمات روان میکنه دیپلمات از وانه نمیپذیره به افتخار میکنه نرسنگ فعال است و فاکولته برای دکترا فعال است را پیش میاندازی که اگه کار خوبه چرا تمام دکترا به تعلیم نمیبانی تو روز به روز افغانستان با عقب‌گرا میبری افغانستان تباه میسازی کادر افغانستان از بین میبری 10 سال بعد ما دکتر اوناس نداره 2 ساعت بعد ما باید چی باید کنیم آبادی و چیزا حالی رو خود میفهمه که اکثر ساختن و این طرف ساختن به این مردم باید زال نمیتونی اگر میسازی کار خوب میکنی اول برو بند برق بساز بند بساز بند با معنی از این نیست که دکتر غنی و یا بند میساختن آب پایین میره فرو باز بالا میکرد پس پایین میره نه وقتی که بند ساخته شد کانال ساخته شد نهر ساخته شد به زراعت باید آب بره فابریکه برق باید ساخته شد اوجا در غیر از این کدام معنا نداره کشتبار هم ساخت سب استفاده چیه تو نهر ساختی با مردم آب دادی تو کدام بند برق دوجا ساختی استفاده که نخیر از اون بغل دریا همو اولی در خاک افغانستان پس میره طرف دریا یا مثلا بند سلما را ساخت مچهشه کرد آب پایین میره طرف ایران بالایش کردی پرش کردی پس میره تو خود نهر نساخت استفاده نکردی مردم فریب دادی یا مثلا فعلا کانال پروژه تاپی و این و آن گرفتن این اگر تاپی تطبیق میشه خود در دوره اول که تو را حداقل بر اساس کشور میشونه این باید تطبیق میکنه سر اعتبار نشد در وقت کرزی و اشرف غنی که جهانی جو وجود داشت تطبیق نشد حال دولتی که تو را دنیا بر رسمیت نمیشناسه اداره موقت الیاز حقوقی اعتبار نداره مطابق قانون کار استخدام مامورین یک وزیر سرپرست یک مامور اعضا رو نصبش صلاحیت نداره بله این باز پروژه کثیر المدت طویل مدت رو تطبیق کنه امکان نداره اعتبار حقوقی نداره میفهمه که دولت دوم بیا بود که دولت مشکلیت نداشت نه جهان بر رسمیت میشناخت نه با مشکلات داخلی آمده بود و در اداره موقت بود تو چیکارا بودی کار چرا چی این کارا نمیکنه هم بهش اشغال کرده گفته این کارا میکنه کارا اما عملا کارش رو نمیکنه و خب میفهمه لیاز حقوقی و لیاز اعتبار سیاسی که دولت نمیتونه و خود طالب هم منتظر هم نیست که دولت دائمی باید بیاره اگر نباشه خچر موقت میفهمه کارا نمیکنه صرف در میشستان میاره میگن که
فساد زیاد شده، فساد اداری زیاد شده، رشوت زیاد شده و تا دیروزا میگن که خانواده خودم بیرون کشیده میره. همشون ما نمیگم، چند روز پیش خبرای از بیرون نشر شده جامعه جهانی غیر واضح گفتن که هسته خانواده خود بیرون کشیده میرن. حتما کدام صحبت گپی هست اونه منتظر انتخابات امریکا بودن، در نوامبر نزدیک میشه انتخابات است و در فوریه رئیس جمهور نو خواهد شد، نقشه نو خواهد آوردن. دیگه از صحبت ما بود که جنگای طالب و پاکستان زرگری است، سری مردم بازی نخورم. این برنامه یکی است، این رو سر نشان میدن که ما اینا دشمن هستیم، ما استقلالیت داریم، ما خود مختار هستیم. اگر تو خود مختار هستی، تو امریکا را شکست دادی، خب برو خواب از اشغال نگاه کردی، برو تا تکم از اشغال نجات بده. یک وقت مولا خان و محمد گفت ما استقلال گرفتم، همین نادر خان و دیگران برزان گفتن خب بریم تا اتک خاک دیگه خدا بگیره. نه او را غرض نگی. ولی نادر خان و سپهسالار برکت تا وانا و تل رفت در کلان چونه میگفت یارم انفجار دادن و حرکت کردیم، شاگرد برش داد، پس برگشت برش داد گفت پس بگرد نرو. بنار و استقلال خود نبود، استقلال نیمه افغانستان بود اگر واقعا خاک از اشغال نجات میکرد. و میگن که مردم پشتون است و افغان است و این و آن است، خب می کار میکرد. باز مجاهدی را مثلا الله اکبر الفتح و الاسد ما نجات دادیم موسی دادیم، خب میرفت تو جرام میزدیم. و پس ساختگی بود. حالا طالب آمده این قصه را داره. وقتی که خاکت یک بلس اشغال بود به صورت نمیتونی که ما افغانستان آزاد. اگر میگی که ما افغانستان آزاد کردم معنی است که تو تمام خط دوران برس نشدی، خائن ترین آدم است. بخاطر که افغانستان اینمی افغانستان ما آزاد ساختم، اون مربوط من نیست. این مسائل مردم افغانستان باید بفهم و درک کنن. ماری صاحب محترم، در سخنان شما گفتین که جبهه جنوب روسیه در حال باز شدن است. این تمرکزتان بیشتر شما به وضعیت‌های پیشین افغانستان کردین. این قضیه مان اگر متمرکز شوین به اینکه چطور برنامه در حال شکلگیری است تا جبهه جنوب روسیه باز شود و در اینجا طالبان و TTP و گروه هایی که در پاکستان ساخته شدن چطور میتونن نقش ایفا بکنن در باز شدن یک جبهه جنگ بر علیه روسیه از جنوب سرزمین های روسیه، مثلا ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و کشورهایی که در شمال افغانستان حضور دارند؟ فلان طور است که اینجا ایتو دقیق نمیرن یک گروه را که حاکم باشه و جنگ کنه مستقیم طرف کشورهای آسیای مرکزی و این و آن. این جبهه جنگ صورت نمیگیره و یک گروه ملامت نمیکنن. حالا واضح است که در افغانستان TDP به سرعت وجود دارد و پیشرفت کردن و روز به روز تقویت شده میره و وضعیت پیدا میکنه. از طرف دیگه واضح است که داعش در افغانستان و داعش عملیات هم میکنه. چند بیگناه هزاران کشته است که این رکی کشت معلوم نیست. اول استخبارات میره پیدا میکنن، جنایی میره میسنجن، بنیاد از این رکی کشته، عمدی کشته شده، بنابر یک پروگرام سیاسی کشته شده، یک گروه دیگه گروه را میخواه ملامت کنن. این اول بعد از او با تصمیم گرفته شود. اما در مورد دهن و در زبان هزارای جوان دخترها و پسرها شعار انداخته که جنوساید است، نسل کشی است، امیر شعار انداخته میرن، در حالی که طالبان میفهم و جانا میفهمه که نسل کشی وجود داره، اینجا کشته میشه، کل افغان‌ها کشته میشه. اما روزانه ببین چند تا تاجیک و پشتون کشته میشه، حالا او نیست. یا دمی خود پول کنی آوازار انداخت، نخیر باید دقیق بررسی شود. خب بر صورت این داعش مسئولیت گرفت. مسئولیت چرا گرفت؟ داعش اصول داره، اما هم فعالیت کرد. جبهات مختلف هم روز بروز ساخته میشن، تقویت شده میرن. پس دوباره می جبهه مقاومت یک وقت ما به این کار نداریم، حالا پس خود می جلسات یا روند ویانا را تقویت کرده میرن. این طرف باز آورده که جیش عدل در افغانستان فعال شده. این طرف باز پس مسئله فاطمون و زینبون هم مطرح میکنن. مسئله فرزند بن لادن دیروز بسیار زیاد داغ ساختند رسانه‌های آمریکایی و کشورهای غربی. همین مسائل کل سمیاره میاره. ایره با زینت مثلا که اینجا گروه کثیر توریستی وجود داره. حالا فعلا درس کردن بین طالبان هم مطرح میسازن روز که یا مثلا بپاشه یه حکومت یا از بین بره و اینجا هر گروه مختلف باشه، باز همطور جنگای داخلی
و از این طریق گدودی و جنگ کس از خانه نبره و وضعیت نبینه از یک قریه با قریه سفر نکنه در اینجا دیگه استخبارات جان فال بشه به نظمی است اینجا کدام تیاره میه چی را میاره و کجا انتقال میده چی اشخاص میه و کجا میره اینی باز مردم نمیفهمه ژورنالیست های جان مردم جان مثلا نمیتونه نهادهای مختلف این صحنه را ببینن از اینجا دیگه واسه طرف تاجیکستان و به نام نوزت تاجیک و نوزت اسلامی ازبک و چشنیا و اینیا فال شده میره و گروه میره و از امکانه اینجا برشان حمایت کننده دفاتر و پناهگاه ساخته میشه و سلاس و پولس و مهمات برده میشه اشخاص خارج جذب میشه جلب آسان است خود مردم افغانستان که در فقر بدبختی ماندن و مهاجرین هم بر زور میکشن و اینجا برش هیچ تدابیر وجود نداره نه اشتغال نه سکونت نه این وان یا چی میشن $100 که بر دستش دادی میره همیشن طرف هر گروهی که خواسته باشه میره در فامیل مثلا 10 نفر 8 نفر 5 نفر است یه نفر میگه خیر اگه من کشتام شدم حداقل دیگران خو نجات بیا فوج 500 400 $300 باید داده بشه یعنی جلب و جذب صورت میگیره مردم جذب میشن باطن مردم بیکار و بیسواد اوختهی جناب مارش صاحب به عنوان آخرین سوال از شما میپرسیم که آیا وضعیت جنگ افغانستان و پاکستان و رشد گروه های تروریستی در داخل افغانستان باز شدن جبهه جنوب روسیه در برنامه‌های معاهده دوحه وجود داشت آیا طالبان در پهنای معاهده دوحه توافق کردند تا جبهه جنوب روسیه را باز بکنند به اساس حرفای شما یک چنین چیزی استنباط میشه جناب مارج صاحب شما آیا تایید میکنید که در معاهده دوحه یک چنین چیزی گنجانیده شده باشه متاسفانه وقت که با زعیمای افغانستان معاهده‌ای که صورت گرفتن یک تعداد زعایم پنهانی که میگن همیشه برشان داده شده که این باید پیش برد غیر از اون بازی را خونه مثلا که یک دولت یک جمهور یا زعیم یا پادشاه بسازه این کارها صورت گرفتن در وقت یعقوب خان هم صورت گرفتن برای داده شده که زندان پدر را کشید 8 سال بندی بود پسر شریخان که فرار کرد و بالاخره مزار وفات کرد و اونجا دفن شد پاری وزیر بخار دفنش کرد در روضه یعقوب خان همین معاهده داشت که باید چی کارا کنه امیر عبدالرحمن خان هم که آوردن همین لپاول گریفن جبوسرات معاهده امضا کرد یک لیست برش داد که چی کارا کنه چی نکنه در بن همچنین کار بود پیش از اینکه استاد ربانی و مجدی بیاید در راولپندی هم اینطور معاهده برای داده شد که چی کارا کنن اردو از بین بردن و جنگای داخلی کل دیزاین شده بود دبون همچنین کار شد برای آقای کرزی و متحدینش لیست داده شد که چی کارا را باید کنه و کدام کارا خط سرخ است که باید اونجا پیش نره تاسفانه همی کار صورت گرفته در زمایم پنهان میگن که بالاخره زمایم پنهان که توسط ژورنالیستای خارجی برملا شد بالاخره یا مجلس به اقرار کنه نه سبب خودت است خلیزادان گفت و طالبان گفت در حالی که داول گفته که 22 معاهده یا معاهده پنهانی صورت گرفته در 18 ماه این مسائل هست از این جمله مثلا تعلیم دخترها و بعض مسائل دیگه وجود داره بله آیازی این کار شده نیست بخاطر که تاریخ گواهی میده که این مسائل بوده متاسفانه سابق هم که پادشاه یا که ختم شد پسر و نواسی از یا مخالفین از یا بازی را افشا میکرد چنین کاری است مثلا ما بسرات میگم پرویز مشرف واضح دمی اور پلیکه یک کتاب است نه مثلا در چی دامنه آتش دو جو سرات داده که ما مجاهدین چطور ساختیم و چی هدایت دادیم و چی کارایی کردیم یا هری کلیتنی را بسرات میگه یا بینظیر بوتو که از بین کشته شده او یه مسئله یادآوری که بعد از اینکه حکومت‌های مجاهدین سقوط کرد حالا مثلا فعلا که گپای حکومت 20 ساله آیسته آیسته جمهوریت برملا میشه وقت طالب میکنه که کل گپای افشا میشه حالا مثلا ما از یعقوب خان چی خبر شد خوارچیپای بین‌المللی دیده و خرادی و چیزا نبودن یا مثلا در ایتالیا اسناد یا در هند نصر الله خان دیدیم که امیر عبدالرحمن خان چی کرده بود مثلا یا مثلا اسنادهای ظاهر شاه ما مثلا به یادآوری میکنیم دی خب مسائلی است که مستندات هستند جهان سرین نوشته دارن
و فعلا خب مطبوعات بیشتر وجود داره، چیزی که ما شنیدیم نیست. متاسفانه بله اگر چنین نمی بود طالبان دو وقت گروه بود نه حکومت. بعد این معاهده را می آورد یک لوی جرگه را ساخت، نماینده ملت می آوردن و این تمام همین معاهده دو را به تشریح میکرد، یک تایید میگرد که مشکلات حقوقی پیدا میکرد. شما ببینید یک مثال بهتان بدم آخری است. مثال در دوحه امریکا به طالبان استه بود، در افغانستان حکومت بود، پارلمان وجود داشت، قوه سه‌گانه مقننه و اجرایی و قضایی وجود داشت، حاکمیت و قلمرو و نفوذ وجود داشت، نظام وجود داشت، جهان به رسمیت میشناخته شد. برام با طالب میگفت که خاک افغانستان علیه امریکا و دیگر کشور استفاده نشه. میپذیری؟ بله سر امضا میکرد. تو کی بودی؟ بانه عزیز که این حکومت ما سقوط داده، سقوط میتونم تو را میبرم با حکومت، تو را میبرم با حکومت، تو حکومت هستی. حال میگه که غنی فرار کرد، وزیر دفاع فرار کرد، معاون فرار کرد، فلانی فرار، این گپا و خبر بودن یا خبر بودن. این خود ملت ناگاه بود. ملت با دوجا فکر میکرد که این معاهده چرا باید گروه امضا میشه و سرنوشت افغانستان و در آینده افغانستان از او تعهد گرفته میشه. چرا؟ خب پس یعنی اون میایه یا از او خاطر پیش از پیش هم میگی خانوادی خود کشیده بود و سرمایه خود در بکسال جا بجای کرده و در حرکت بود و فرار بود و رفتن بود. صرف یک محدود یک چند کسای مانده بودن که هم هلیکوپترهای تیار بود و حرکت کرده. یعنی قبلا این چیزا صورت گرفته بود. این معامله هست در آخر ملت هوشیار باشه. طالبان هم میقدر انتقاد کردیم، یا خواهش ما از پیش میکنیم اگر تو واقعا با حکومت آمدی، با حکومتداری آمدی، میخوای راستی باعث بچه افغان از این خاک و جغرافیا و ننگ و غیرت و نوامیس و از شاید دین و آیین و کلتور دفاع کنی، باید تغییر بیاری، اصلاحات بیاری، بیا با ملت مراجعه کو، تمام مخالفین جمع کو، یک جرگه را بساز، کلگی را جمع کو، علیه کشور همسایه و غربی ها یک پالیسی بسازیم، از لشکر و تفنگ گپا نو قصورش داره و نه دیگه توان سیاست است. جمع کو مردم مسلکی را فهمیده را توان باش، بگام باش، هم بگی تا که دیگه با خون افغان نریزه و جنگ در افغانستان نبیه. در غیر از این پروسه دوام داره. هیچ وقت همسایه نمیخواد که کشور باثبات، دولت باثباتی و هیچ کار کرده بی‌ثباتی دست آزاد دارن. برنامه های وجود داره، برنامه های کشورهای غربی وجود داره، همسایه وجود داره، نگذار که تطبیق شود. بخیر باشین جناب تمام اقوام، تمام مردم، تمام اهل اجازه بده. بیا مردم مساکی را جمع که زیاد قوم جمعش کو، حکومت تابعیت هیچ کسی اعتراض نداره. صورتی که به تمام مردم عدالت تامین شود، هر کس مساوی خود حکومت ببینه، حقوق تامین شود، لله هم کمی اهل ونود سکای افغانستان حکومت کنه، کسی اعتراض نمیکنه بدون شک. صورت عدالت باشه. بخیر باشین جناب مهندس پزی که فرصت زیادی را در اختیار ما قرار دادین. از شما ممنون و سپاسگزار هستیم. ان شاءالله در برنامه‌های بعدی از شما بیشتر خواهیم شنید. ممنون. تشکر از شما.